تا حالا اسم قصه های بیدل نقال رو شنیدین؟ داستان هایی که بچه های جادوگر توی دنیای هری پاتر شبا باهاش میخوابن. یه سری داستان بچگونه مثل داستانهای بچگونه خودمون توی دنیای خودمون، مثل سفید برفی و هفت کوتوله، مثل سیندرلا، حسن کچل ایرانی. داستان هایی که توی اونها کلی نکات آموزنده هست و خوب بودن ارزشمنده و بد بودن ارزشمند نیست. بیدل نقال یا بیدل قصه‌گو اسم یک شخصیه که داخل دنیای هری پاتر توی قرن 15 هم زندگی میکرده. اسمش بیدل د باردز بوده که خیلی آدم سخنور و خوش سخنی بوده و کلی قصه میگفته. این آدم بعداً داستانهاش تبدیل شد به یک کتاب بچگونه که بهش میگن Tales of بیدل د باردز. سلام، من زئو، اینجا کانال Tales of زئو یا داستانهای زئو. این اولین ویدیو از این کاناله و قرار نیست که همه ویدیوهامون اینجوری باشه و توش فقط واسهتون داستان بگم، ولی چون که اسم کانال رو از کتاب بیدل نقال یا بیدل د باردز الهام گرفتم، دوست داشتم این اپیزود اول یه جورای ادای احترام به این کتاب باشه. برای همین تا داریم باتر بیرمون رو آماده میکنیم که یه نوشیدنی جادویی خیلی خوشمزه است و اینم باتر اسکاچه، آماده باشید که بریم با هم دیگه خلاصه این چند تا داستان این کتاب رو واسهتون تعریف کنم. باتر بیرمون هم که آماده شده و حقیقتش من خودم قبلا تست نکرده بودم و الان اولین باری که تستش کردم و خدایش خوشمزه است. یعنی خیلی خوبه، درستش کنید و تستش کنید. بریم سراغ کتابمون، کتاب بیدل نقال و قصه هاشو واسهتون بگم. قصه اول اسمش جادوگر و دیگ جادوییه. داستان راجع به یه جادوگر مسن یا آقای پیر جادوگر مهربونیه که داخل یه دهکده‌ای زندگی میکرده، داخل یه روستا که کلی ماگل یا همون آدمای غیر جادوگر عادی هم داخل اون روستا بودن، ولی اونا نمیدونستن که اون جادوگره. خیلی آدم مهربونی بوده، با ماگلا خوب بوده و کسایی که مریض میشدن، اهالی دهکده که مریض میشدن میومدن پیش این و این شفاشون میداده. ولی برای اینکه نفهمن جادوگره، واسه اینکه نظر بقیه بفهمن جادوگره، از یه دیگ جادویی استفاده میکرد که توش جادوهای خودش رو قایم میکرد و هر کسی که میومد سراغش و مریض بود، بیماری داشت، از توی اون دیگ دست میکشید و اون جادو رو میآورد و شفاش میداد. برای همینم بین مردم خیلی محبوب شده بود و به عنوان یه طبیب خیلی ماهر و محبوب شناخته میشد. میگذره یه پسرم داشته که بزرگ میشه و این جادوگر مهربونمون فوت میکنه، میمیره. پسرش باقی میمونه که مثل باباش خوشدل و خوشتینت نبوده و خیلی هم تو جادو آدم ماهری نبوده و اصلا اونقدر جادوگر خوبی نبوده. اهالی دهکده به رسم قدیم وقتی مریض میشن فکر میکنن که میتونن بیان سراغ پسرش. اولین کسی که میاد سراغش یه پیرزنه که نوش رو میاره که زخمی بوده و کلی زخم روی بدنش بوده. میاد سراغ پسر این آقای جادوگری که فوت کرده بوده، در میزنه، میگه که سلام من نوام مریض شده، زخم و زیری شده، به دادمون برس. پسرش میگه به من ربطی نداره، من مثل بابام قرار نیست شماها رو درمان بکنم و میندازتش بیرون. درو که میبنده میبینه از پشت سر توی آشپزخونه داره صدای آه و ناله میاد و تعجب میکنه، خودش تنها بود داخل خونه. برمیگرده اینجوری آروم آروم میره داخل آشپزخونه، میبینه دیگه پا در آورده، اون دیگه جادوییه و بدنش مثل پسره، مثل نوه اون پیرزنه زخم و زیری شده و داره آه و ناله میکنه. تعجب میکنه، جادوگر ماهری هم که نبوده، نمیدونه چی کار کنه. میگذره. فردا دوباره یه مریض دیگه میاد، یه آقای میاد که خرش رو آورده که خرش مریضه و دوباره پسره میگه من تو رو درمان نمیکنم، به من ربطی نداره، من مثل بابام نیستم، برو. درو میبنده روی اون آقاه و میبینه که از توی آشپزخونه باز دوباره داره صدا میاد. میره داخل آشپزخونه، میبینه که اون قابلمه جز زخم و زیریایی که داشته داره مثل اون خر مریض آقا هم صدا میکنه و آه و ناله میکنه و ارعر میکنه. میگذره دوباره فردا یکی دیگه میاد سراغش که نوزادش مریضه، یه خانم میاد که بچهش مریضه و دوباره همون بیماری که اون بچه داشته و این پسر درمانش نکرده روی قابلمش ظاهر میشه. انقدر هر روز این اتفاق میفته تا اینکه اصلا آرامش از این پسر گرفته میشه و قابلمه میشه سرشار از یک سری صداها و زخم و زیریا و بیماریای عجیب غریب که همش داره آه و ناله میکنه، همش داره این ور اون ور میده و آرامش این پسره رو گرفته و توش هم همینجوری داره پر میشه از مایه‌های خیلی عجیب غریبی. انقدر خسته و کلافه میشه و خواب ازش گرفته شده بوده که تصمیم میگیره که به اینا کمک بکنه، شاید که قابلمش آروم بگیره.
دونه دونه میارتشون و هر کسی که شفا میده و به وسیله قابلمه از توش جادو رو در میاره و خوبش میکنه، دونه دونه هم این مایع داخل قابلمه کمتر میشه، زخم و زیریاش میره، صدای ارعرش میره، مشکلاتش کم میشه، تا اینکه با آخرین مریضی که درمان میکنه قابلمه کامل خالی میمونه و یه کفش جادویی داخل اون دیگه داخل اون قابلمه باقی میمونه. کفش رو در میاره، پای اون قابلمهش میکنه و بالاخره اون قابلمه آروم میشه و دیگه صدایی نمیده و اونم خیالش راحت میشه، میگه آخیش بالاخره ساکت شدی. و آخر کتابم اینجوری با هم دیگه خوش و خرم خودش و قابلمش دارن با هم دیگه تو افق راه میرن و تصمیم میگیره دیگه به اهالی دهکده کمک بکنه. و این نفرینی بوده که پدرش چون میدونسته پسرش قرار نیست به بقیه کمک بکنه روی اون قابلمه انجام داده بوده تا اینجوری پسرش رو تنبیه کنه. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین و دوست داشتین، سابسکرایب و لایک یادتون نره، چون با این کار خیلی خوشحالم میکنید و واسمون حتما کامنت بذارین، چون که با کامنت گذاشتنتون باعث میشین که بدونم چی بیشتر دوست دارین تا اون کارو بیشتر انجام بدیم و راجع به اون واسهتون محتوای جالبتری بسازیم. مرسی. داستان بعدی که از کتاب بیدل نقال میخوام واسهتون بگم اسمش قلب پشمالوی جادوگره. این داستان ترسناکترین داستان این کتابه و تا یه سنی برای بچه‌های جادوگر اینو تعریف نمی‌کنن. یعنی مثلا برای بچه‌های زیر 10 سال اینو تعریف نمی‌کنن. پس شما اگه زیر 10 سالید به نظرم گوشش ندین. داستانم اینه که یه جادوگر خیلی خوش قیافه و ثروتمند و پولدار و مغروری بوده که داخل یه سرزمینی زندگی می‌کرده. این آقای خوش چهره خیلی از این که می‌دیده دوستاش دارن هی به دام عشق دچار میشن و قلبشون میشکنه و هی دچار این مسائل میشن، خیلی ناراحت میشده. هی می‌دیده که دور و بریاش دارن گول میخورن، هی شکست عشقی میخورن. اینا رو که میبینه با خودش تصمیم میگیره، میگه که من هیچ وقت عاشق نمیشم، من اصلا دوست ندارم عاشق بشم، من تا ابد میخوام تنها بمونم. میگه من سینگل فوراور میمونم و برای اینکه این کارو بکنه یه نفرینی روی خودش انجام میده که هیچ وقت عاشق نشه. میگذره از جوونی در میاد و چند سال میگذره و دوستاش بزرگتر میشن و میرسن به سنی که میخوان ازدواج کنن و خودش هم دیگه یه آدم بزرگسال شده و میبینه که دوستاش دارن ازدواج میکنن، بچه دار شدن و بازم میگه که من هیچ وقت ازدواج نمیکنم، تن به ازدواج نمیدم، من میخوام همیشه تنها بمونم، خودم رو گرفتار عشق و عاشقی و این داستانا نمیکنم. اینا همه دارن اشتباه میکنن. دوباره چند سال دیگه میگذره، دوستاش بچه‌هاشون بزرگ میشن، پدر مادر خودش میمیرن و خودش هم دیگه یه آدم میان سال شده و چون که خودش رو نفرین کرده بوده و قلبش رو از توی سینه‌اش در آورده بوده با اون جادوی سیاه، حتی از مرگ پدر مادرش ناراحت هم نبود. خوشحالم بود که اون مال و منال و ثروت و اون کاخ و همه چی بهش رسیده و شده یه آقای بزرگ داخل اون کاخ سلطنتی و اینجوری با خودش فکر میکرد که الان همه دارن به من حسودی میکنن، من یه آدم پولدار خوشتیپ تنهام، اینا همه دارن اشتباه میکنن و هیچ احساسی هم که نمیتونسته بکنه دیگه، هیچ از عواطف احساسی و انسانی نداشته چون قلبش رو در آورده بوده از سینه و خیلی به خودش افتخار میکرده. میگذره یه روزی همینجور خیلی عادی داشته تو راهروهای کاخش قدم میزده، صدای دو تا از خدمتکاراشو میشنوه که دارن با همدیگه پچ پچ میکنن. فالگوش وای میسته، میبینه که یکی از اون خدمتکارا داره با اون یکی میگه که من خیلی دلم واسه ارباب میسوزه، اون خیلی تنهاست، اون خیلی داره سختی و غم و غصه میکشه ولی خودش نمیدونه، اون اصلا اون خیلی بدبخته و فلان. بعد اینا رو میشنوه خیلی عصبانی میشه. اون تو تصور خودش اینجوری فکر میکرده که من الان یه آدم خیلی خوشبختم که همه دارن به من حسودی میکنن، نه اینکه مستخدمم هم داره به حالم قصه میخوره و مثلا اونم ناراحت از این مسئله که من چرا اینجوریم. اینو میشنوه خیلی ناراحت میشه، غرورش خدشه‌دار میشه، میگه که من باید زن بگیرم، میرم یه زنی میگیرم، خوشگل ترین زن سرزمین، پولدارترین زن سرزمین که همه اینایی که الان دارن به حال من قصه میخورن حالا حسودیشون بشه. میفته دنبال گشتن زن. هیچ قلبی هم که تو سینه نداشته، هیچ احساسی هم که نداشته، صرفا اینو داشته از روی غرورش و تصمیم منطقیش انجام میداده. میگذره و از روی شانسش یه خانواده میان توی اون محله داخل اون حالا اون جایی که بودن تو همسایگیشون که یه دختر جوون خیلی خوشگل داشتن، خیلی خوشگل، یعنی تمام سرزمین به قشنگی این دختر، به کمالات و زیبایی این دختر نبود. اینو داخل یه مهمونی میبینه و میگه این همینه، من باید مخ اینو بزنم، دهن همه رو سرویس بکنم، همه بهم حسودی بکنن، بگم ببینه چه زنی گرفته که حالا ببینن من آدم مثلا بدبختیم یا بقیه. شروع میکنه رو مخ این دختر رفتن و مخشو زدن. پسرم که خیلی جذاب بوده، خیلی خوشگل بوده، خیلی پولدار بوده و دختره خوشش میاد ازش دیگه، ولی از یه طرف بهش مشکوک هم هست، واسه اینکه میبینه هر چی که داره بهش ابراز احساسات میکنه بازم یه سردی، یه چیزی پس اون محبتش هست که نمیتونه بهش اعتماد کامل بکنه
ولی به اصرار خانواده ها تن به وصلت باهاش میده و توی مراسم شب نامزدیشون وقتی که دیگه میخواسته بله و اینا رو بده و این دوتا کنار هم دیگه نشسته بودن، دختره برمیگرده به پسره میگه که ببین من میدونم که تو داری به من همش ابراز محبت میکنی و حرفای عاشقانه بهم میزنی، ولی من نمیتونم بهت اعتماد کنم. یعنی ته تهش میدونم که چیزایی که داری میگی پشتش اون محبت واقعیه نیست، تو مشکوکی، من نمیتونم قبول کنم. پسرم که میبینه داره همه چی خیلی اوضاع داره خراب میشه و مثلا وسط مهمونی از اینم آبروریزی تر میشه، تصمیم میگیره بهش حقیقت رو بگه. بهش میگه باش بیا بریم توی دخمه، من بهت حقیقت رو میگم. میبرتش داخل دخمه، مهمونی رو ترک میکنن، میرن پایین و توی دخمه تاریکی همینجور که دارن میرن جلو میبینن یه باکس شیشه‌ای براقی اون ته اتاقه. همینجور که میرن سمتش میبینن توی اون باکس یعنی دختره میبینه که توی اون باکس شیشه‌ای یه قلب پشمالوی چروکیده‌ایه که داره خیلی به سختی میتبه داخل اون باکس شیشه‌ای که قلب همون جادوگره بوده. جادوگرم بهش میگه که این قلب منه، من اینو سالها پیش از تو سینم به وسیله یه جادوی سیاه درآوردم چون که نمیخواستم هیچ وقت عاشق بشم. و داستان اینه. دختره که اینو میبینه خیلی میترسه و خیلی حالش بد میشه و شروع میکنه به جیغ زدن و میگه برش گردون به سینت، برش گردون به سینت. این اصلا این چی یعنی چی، چرا اینجوریه؟ جادوگره که میبینه اینطوریه و داره آبروریزی میشه بهش میگه باشه من برش میگردونم به سینم، ولی قول بده که وقتی که قلبمو برگردوندم به سینم با هم ازدواج بکنیم. اونم میگه باشه، فقط اینو برش گردون به سینت. سینه‌شو میشکافه و اون قلبی که سالها تنها و همینجور توی این دخمه بوده و نه بهش محبتی شده بوده و نه هیچ چیز رو برمیگردونه توی سینه‌ش. قلبه که برمیگره توی سینه‌ش، دختره یهو در آغوشش میگیره و میگه عزیزم تو خوب شدی، تو فلان شدی، تو خوشحالی میکنه. ولی اون قلبی که تمام این سالها داخل تاریکی و تنهایی بوده تبدیل شده به یک قلب شیطانی، چون که سالها بهش محبت نشده و الان از یک تنهایی در اومده و قدرت این جادوگر رو میگیره در اختیار خودش. کتاب اینجوری ادامه پیدا میکنه که ما دیگه الان نمیدونیم چی میشه و مهمونا میگردن دنبال این دختر و پسر، این عروس و دوماد که کجان. همینجوری که مهمونا دارن میگردن دنبال عروس و دوماد که کجان، میگردن و دخمه رو بعد از چند ساعت پیدا میکنن. و وقتی میان پایین با صحنه‌ای رو که روبرو میشن اینه که دختره مرده، سینه شکافته شده، قلبش دست اون مرده است و مردم در حالی که روی جنازه دختر مرده قلب خودش و قلب دختره توی دستاشه و دوتاشون مردن. و اتفاقی که افتاده بوده این بوده که اون آقا به وسیله اون جادوی سیاه که انجام داده بوده انقدر قلبش رو ایزوله از عشق کرده بوده که نتونسته بوده اون قدرت محبت رو قبول بکنه و به این واسطه نه تنها قلب خودش رو نابود کرد بلکه اون دختر رو هم کشت. کتاب بیدل نقال کلاً 5 تا داستان کوتاه داره که الان من اینجا واسهتون 2 تاش رو گفتم و اگر با دنیای هری پاتر آشنا باشید یکی دیگه‌اش رو هم احتمالاً شنیدید که اون داستان معروف 3 برادره. بهتون پیشنهاد میکنم که خودتون کتابو بخونید، توی اینترنت حتما پیداش میکنید و تفسیر دامبلدور هم توی اون کتاب وجود داره که خیلی جالب ترش میکنه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.